بچه‌ها ارادت اومدیم یه ویدیو یوتیوب بگیریم دوباره. من و روژان خانم یه بازیه که دوباره نمیدونیم چرا راه انداختیم. بله دیگه حضرات پای صحنه می‌خوایم صحبت کنیم راجع بهش که بازی چیه چه جوریه. بچه‌ها من از شما چند تا سوال می‌پرسم و هر وقت جوابشو دونستین زنگو میزنید جواب میدید. اگه زنگو بزنید و جواب ندید امتیاز منفی میگیرید. اگه مثلا از احسان میپرسم زنگو بزن و روژان جواب بده، روژان هیچ امتیازی نمیگیره. اولین ماه سال میلادی ژانویه. اصلا هم بهت نگفتم. اصلا مگه من سوال میتونم نگیدی. نه. خب حالا یه دونه من گفتم نمیزنم با اینکه سوالو فهمیده بود. بذار ببینم چیکار میکنه. حالا یه دونه. بزرگترین اقیانوس جهان. روده نیل چه میدونم. اقیانوس آرام. وای لازم کن میگه اطلس نبود. نمیدونم من. پایتخت ترکیه. ازمیر، آنکارا. چه پرنده‌ای نمیتونه پرواز کنه؟ شترمرغ. شترمرغ پرنده است. شترمرغ پرنده است. بله پس چی چرنده است؟ خب مرغ هم بال داره. خب میتونستی بگی. گردونه میگفتی. واحد پول ژاپن. آقا خیلی سخت. نمیدونم. خیلی سخت داری. آقا این که زنگو میزنی جواب اشتباه بدی میدونستی نمره منفی میگیری یعنی غلط کردم. نمیدونستم. صبر کن شما ببین ما اصلا نمره میگیریم دیگه مسابقه برنده نشه بین منفی 10 و منفی 7. این سریع ترین حیوان در خشکی. یوز فرنگ. پیتزا اصالتا کجاییه؟ پیتزا ایتالیایی. قرآن نه که زبونم بود. کدام میوه را پادشاه میوه ها می‌نامند؟ گلابی. گلابی؟ به خدا گلابی. چیه؟ انبه. انبه؟ به قرآن قسم مفتی هم نمیخورم. بچه‌ها گلابیه. من مطمئنم. مطمئنم گلابی. کدام ماده باعث تندی فلفل میشه؟ چی؟ کدام ماده باعث تندی فلفل میشه؟ به قرآن من اصلا درک نمیکنم این سوالا که بخوام جواب بدم. فلفل با چی تند میشه یعنی چی باعث نمیدونم. فلفل تند بشه؟ کپسایسی. چی؟ کپسایسی چیه؟ یه ماده‌ای تو فلفل تند. من بابا اینا دارن نمیدونم. سختش میکنن. کدام تو علوم میوه بودش. دونش بیرون از پوستشه؟ چجور یعنی؟ توت فرنگی. باز داری میرسونیده. نه که گفتم چطوری یعنی بگم توت فرنگیه. حواست به من باشه من به کارگردان فیلم تایتانیک. استیون جرارد. کیه؟ نمیدونم. جیمز با خدا بابا میدونه. کارگردانش هم خودشه. جیمز خود کامرون. یارو گفته. جیمز کامرون. بابا گوه خوردیم ولش کن. بیشترین عنصر در بدن انسان چیه؟ آب. آی. عنصر. چی؟ عنصر بیشتر. اکسیژن. اکسیژن؟ خدا شانسی گفتم. کدام حیوان قلبش در سرش وجود داره؟ احسان. روژان. کدام کشور بیشترین جزیره رو داره؟ میشه راجع به جزیره. کشور صحبت نکنی اصلا من هیچ نمیفهمم. سوئد. بابا ای. اصلا من هیچ نمیفهمم. بشین تو رو خود از کشور بیاد بیرون. کدام کشور بیشترین آتشفشان فعال داره؟ بشین تو رو خود از کشور بیاد بیرون. روژان بزن. دارم بهت آمار میام. نفهمیدم نتونستم لبخونی کنم. چی بود؟ خیلی سوال سختی هم دارید. چه چیزی در حال حرکته ولی هیچ وقت راه نمیره؟ فکر کن یکم مگه میشه تو اینقدر زود زمان. آفرین. زمان. نمیشه. نه دیگه واقعا نمیشه. واقعا دیگه نزدی. چه چیزی در همه جا هست ولی دیده نمیشه؟ ورزش. هوا. هوا. من گفتم ورزش من تا فکر نکردم به سوال. چه چیزی از زمین بلند میشه ولی هرگز سقوط نمیکنه؟ دود. اینو این تو ذهن تو اومد. آره. یعنی واقعا کسی جون اصلا پشتش نرسون. دود درسته؟ بله. یعنی چه از این بلند میشه تا هوا میره. اینجوری به ذهن تو جواب بخار. تو رسید. خب سکته نکن. در اسب‌سواری چه کسی نمیتونه بیفته؟ اون که سوار اسب. اون که میفته. خود اسب. اسب. گردونه کدام ورزش فقط با فکر کردن انجام میشه؟
شطرنج. من باورم شمار نمی‌کنه پله و درست اینا. گفتم. کدام حیوان میتونه بدون آب هفته زندگی شطور. کنه؟ شلیک کردم شطور. کدام موجود شبانه میبیند ولی روز نمیتونه ببینه؟ خفاش. اوه. میدونستی؟ بله. چیزی در آب حل نمیشود ولی در شوره میسوزد. چی؟ روغن. بابا سوالو بپرسه دهنت سرویس. اشاره داریم بهش میدیم. بابا به خدا اگه کسی گفته باشه. از این 2 ثانیه سوال تجزیه چیکار کنم؟ باهوشم. می‌خواستی باهوش باشی. جان من سوال سخت بپرس. کدام حیوان بیشترین پا را دارد؟ پا هشبا. جان من سوال سخت بپرس. هشبا. 1000 پا. کدام سیاره دورش حلقه داره؟ زحل. خب. اینا رو واقعا بلد بود؟ آره عزیزم. لقب مسی. بفرما روشن خانم بفرما. گوت. خودم بهش گفتم. اصلا فکر نکن قبلش گفته بودا. بابا گوت با بوز فرقی نمیکنه. گوت سوالم سخت دیگه. گوت نه میدونستم اشتباه داشت. گوت چیه؟ تنیس چه رنگیه؟ سبز. زرد. سبزه. دیگه. بابا توپ تنیس سبزه. آقا زرد الان و کی درست گفت؟ سبزه. الان میگه من درست زرد. نگفتم. کدام حیوان؟ میگه حیوان یاد روشن میفته. منم یاد احسان میفتم چقدر همه چی حیوان؟ مشابهه. کدام حیوان بیشترین کیلومتر داره؟ بگو. چیز دیگه؟ نه میخوام بهش برسونی. لاک لاک پشت. پشت. نه نمیشه. من زدمش من گفتم. تو دیدی. چه دیدم؟ من یادم اومد انیمیشن هم روش درست کرده بودن. اگه سوال من درست جواب بدی هزینه ویدیو رو نمیگیرم. بگو. سخت چون ترین حیوان زمین چیه؟ سوسکه. گو. گفتم نه دیگه احسان جان. مار. نه. سوسک. نه. سوسکه. 10 بار حالا سوسکو بگی. مارمولک. گربه. مارمولک. تو حیوانه یا یه حیوانیه که 2 تا اسم مارمولکه. اصلا هیچ پیشنهادی نداریم، هیچ نظری نداریم. سخت ترین سخت چون ترین حیوان جهان. عقرب. نه. مار. نه. نه. تو. بگو چی؟ فیل دریایی. واقعا نمی‌میره. خب دوست دارید آخرین سوالتون تو چه زمینه‌ای باشه؟ من خیلی تو تاریخ مسلطم. چه گزینه‌ای داریم؟ ورزش، هنر، ایشون علمی. هنرمنده و خیلی تو ورزش و چیزام عمومی. سررشته داره. عمومیشم که مشاهده خب کردیم. گفتی تاریخ. نه تو گفتی تاریخ. من اومدم خب بگو. بخندیم. بگو تا اصلا یه چیزی بهت بگم ورزش باش شروع کن ببینم چی بلده. نه. اصلا باش اول علمی میخوام صحبت کن. تاریخ بگم. بنیانگذار امپراتوری ایران. هخامنش. گن نزنی بابا. مونالیزا اثر کیه؟ کی؟ مونالیزا. چی هست؟ نقاشی مونالیزا. دیکاپریو. اینا پیکاسو؟ داوینچی. داوینچی. رو. عشقم خوب بگو اگه بلدی. پایتخت ژاپن. ژاپن؟ باشه فهمیدم. تورنتو. چی؟ این کجا؟ چی؟ پایتخت ژاپن. توکیو. توکیو. من در ژاپن کجا بود؟ پکن. آقا یکی و اینه پکن. کدام ورزش نیاز به تعادل دارد؟ ژیمناستیک. چه چیزی همه رو خسته میکنه ولی خسته نمیشه؟ روژان. من میخواستم بگم احسان. والا روژان. بچه ها لایک، کامنت، ساب، سابسکرایب یا چنله برای روژان خانم. میبینمتون.